بوستانشناسان از 9 کشور در نتیجه تحقیق پناهگاه کورتیکه واقع در پامیر شرقی در تقریباً 40 کیلومتری جنوب شرقی مرغوب در بلندی 3980 متر از سطح بر به خلاصه رسیدند که آدمان در اینجا تقریباً 14000 سال پیش زندگی میکردند. قبلا چنین شمرده میشد که آدمان در این پناهگاه 8000 سال پیش پیدا شدند و قبل از آن این قلمرو زیر پیریخ قرار داشت، اما استفاده از وسایل معاصر باستانشناسی معین کردند که 14000 سال پیش نیز در این قسم تاجیکستان امروزه پیریخ نبود و حیات به قول معروف جوش میزد. در این باره روز 4 ایول سال 2023 مجله علمی بین المللی نوک و سیبیری، نشریه رسمی شعبه سیبیری اکادمی علم‌های روسیه و سامانه تاجیکی حلوا خبر دادند. نوک و سیبیری می نویسد کوهستان آسیای مرکزی در رشد تمدن انسانی در عهد گولوتسن که به دوره تقریباً 10 تا 12 هزار قبل از میلادی راست می آید نقشه مهم داشتند و هنوز تا پیدایش راه بزرگ ابریشم و وادی ها و عقبه های این قلمرو راه های حرکت قبیله های انسانی می گذشت، ولی پیدایش انسان ها در این پهنا به خصوص در کوهستان پامیر چندان عمیق آموخته نشده است. بار اول تحقیق پامیر و باستانشناسان شوروی در سالهای 60 و 70 عصر گذشته سر کردند. خلاصه آن آموزش ها چنین بود که انسان ها در اینجا تقریباً 8000 سال پیش مقیم شدند. آموزش های باستانشناسی در اینجا سال 2018 از سر گرفته شد و اخیراً گروه باستانشناسان از 9 کشور تاجیکستان، روسیه، آلمان، امریکا، فرانسه، پولشا، ایتالیا، استریا و دانیا تحت رهبری کارمند پژوهشگاه باستانشناسی و مردمشناسی شعبه سیبیری اکادمی علم‌های روسیه سویتلانا شنایدر و مدیر شعبه باستانشناسی پژوهشگاه تاریخ و باستانشناسی و مردمشناسی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان نورالدین سیف اللهیف توانستند با استفاده از وسایل معاصر پناهگاه کورتیکه در پامیر شرقی را از نو تحقیق کنند. خلاصه باستانشناسان این شد که برخلاف باور قبلی که گویا 8000 سال پیش این منطقه زیر پیریخ بود خطا بوده است و در اصل انسان‌ها در کورتیکه 14000 سال پیش مقیم شدند. اکسپدیسیا در کورتیکه سال 2018 آغاز یافت و سال 2019 در اینجا کوشش‌ها انجام داده شد. باستانشناسان تصمیم دارند که امسال دیگر باره به کورتیکه بروند و به تحقیقات خود ادامه دهند. عالمان هنوز به یک خلاصه دقیق نرسیدند که چرا انسان‌ها با وجود اقلیم قهرتونش در کورتیکه مقیم شدند. یک فرضیه آنها این است که انسان‌ها را به اینجا ذخیره‌های فراوان طبیعی، دقیق‌تر شمار فراوان حیوانات وحشی که در چراگاه‌های کوهی این منطقه می‌چریدند جلب کرده است.